سلام دوستان، برای درست کردن آیسینگ نیاز داریم به پودر شکر یا همون پودر آیسینگ، نیاز داریم به پودر سفیده تخم مرغ، نیاز داریم به آب و وانیل و پودر تارتار. برای شروع پودر سفیده تخم مرغ رو به همراه آب هم میزنیم. علت این که من پودر سفید تخم مرغ انتخاب کردم این است که با سفیده تخم مرغ خام احتمال انتقال باکتری وجود داره و همچنین ماندگاریش خیلی کمتر هست نسبت به پودر سفید تخم مرغ در یخچال. وقتی که به این بافت رسیدیم و پودر سفید تخم مرغ ترکیب شد، پودر قند رو طی 2 مرحله به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعد بهش مقداری وانیل اضافه میکنیم و همچنین 1/4 قاشق غذاخوری پودر تارتار. اگه شما پودر تارتار ندارین میتونین از آب لیمو هم استفاده بکنین. بعد حدود 8 دقیقه با دور کند همزن هم میزنیم، اما حتما یادتون باشه که وسط کار حتما دورگیری انجام بدین. دوستان میتونین به جای وانیل از هر اسانس دیگه‌ای که میخواین استفاده کنین و همچنین پودر تارتار هم برای تثبیت کارمونه و اگه نبود هیچ مشکلی نداره. فقط حواستون باشه که آیسینگ رو خیلی زیاد هم نزنین، چون بعد از خشک شدن آیسینگامون ترک میخوره. باید به یه همچین بافتی برسیم که از روی پرهای همزن نیافته و فرم خودش رو بگیره. آیسینگ 3 غلظت داره که دقیقاً مثل این ویدیو غلظتش مثل خمیر دندونه و بهش میگن استیف. حالا من رنگ خوراکی مورد نظرم رو اضافه میکنم و بریم با هم دیگه بقیه غلظت ها رو ببینیم. حتما یادتون باشه که رنگ خوراکیتون یا پودری باشه یا ژلی، چون باعث میشه که بتونین غلظت آیسینگ رو خیلی دقیق تر کنترل بکنین. غلظت استیو برای درست کردن چیزهای برجسته مثل گله. غلظت بعدی آوتلاینه که من برای درست کردنش نیاز بود که یکم بیشتر آب بهش اضافه کنم. آوتلاین برای کشیدن خطوط و نوشتن روی آیسینگه و برای دورگیریه و بافتش هم نرمتر از خمیر دندونه ولی فرم خودش رو هنوز داره. به این شکلی که داخل فیلم میبینین هنوز فرم خودش رو داره. غلظت بعدی غلظت فلوده. غلظت فلود مثل ماست رقیقه و برای پر کردن سطح آیسینگ به کار میره. بعد اینکه طرحتون رو انتقال دادین روی آیسینگ و دورگیری رو انجام دادین، با این غلظت میتونین که کوکیتون رو پر کنین. حالا میخوایم که آیسینگمون رو انتقال بدیم داخل قیف. فقط این که حواستون باشه قیفتون مستر باشه، از دیگه قیفا استفاده نکنین چون این مسترها دورشون دوخت اضافه نداره، ولی بقیه که دورشون دوخت اضافه داره موقع کارهای ظریف کارمون رو خراب میکنه. این غلظت دقیقا برای پر کردن یا همون فلودینگ. موقعی که میخواین بقیه آیسینگ هاتون رو رنگ کنین حتما حواستون باشه که اون یکی آیسینگ هایی که هنوز رنگ نشده یا حتی رنگ شده و داخل سلفون نیست داخل قیف نریختین، حتما یه سلفون بکشین چون آیسینگ خیلی زود خشک میشه. برای اینکه حبابای اضافه رو بگیریم حتما بعد اینکه داخل قیف ریختیم و قبل از گره زدن یه چند بار فشار بدین آیسینگتون رو تا حبابای داخلش بیرون بیاد. بعدش گره بزنین تا دیگه هوا نخوره و حباب نگیره. این آیسینگ رو میتونین داخل یخچال سلفون کشیده و داخل ظرف دربسته به مدت 5 روز نگه دارین.